2 دقیقه هیچ جا نرید تا بهتون فست فود گیلانی ها رو آموزش بدم. حالا یه نکته جالب این که میدونستین شمالیا حتی فست فودشون هم با برنج میخورن؟ من بهنام رستمی هستم و توی این ویدیو میخوام شما رو با سیرواویج آشنا کنم. زیتون پرورده رو ببین، به به. آموزشش رو که توی پیج دیدین، اگه ندیدین حتما ببینیدش. بریم تو کار سیرواویج. اول برگای تازه سیر رو ریز خورد میکنیم که هرچی این کار رو یک دست‌تر انجام بدیم و برگ سیرها ریزتر خورد بشن، هم ظاهر و هم طعم غذامون بهتر میشه. حالا برگ سیرای خورد شده رو میریزیم توی تابه و همینجوری بدون روغن 2-3 دقیقه تفتشون میدیم تا آب اضافهشون کشیده بشه. بعدم بهشون روغن اضافه میکنیم و سرخشون میکنیم. اصلا واویج تو زبان گیلکی یعنی همین سرخ کردن. پس برای درست کردن سیرواویج برگ سیرای تازه رو چند دقیقه سرخ میکنیم، نه در حدی که بسوزن و سیاه شن، نه در حدی که آبدار باقی بمونن. به این مرحله که رسیدن ادویه ها رو اضافه میکنیم. نمک بهش میزنیم، فلفل سیاه و یه مقدارم زردچوبه میریزیم توش و خیلی کوتاه همه مواد رو با هم تفت میدیم تا به خورد هم برن. در آخرم نوبت اضافه کردن تخم مرغ و خیلی آروم همشون میزنیم که تیکه های تخم مرغ یه مقدار درسته تر ببندن. وقتی هم که سیرواویج به این مرحله رسید، فست فود گیلانی ما آماده خوردنه. حالا اگه شمالی نباشین احتمالاً این غذا رو با نون و دوغ میخورید، ولی شمالیا سیرواویج رو با برنج کته و کنار اشپل ماهی و ترب محلی و باقالی خام و زیتون پرورده تبدیل به یه غذایی میکنن که از کبابم خوشمزه تره. به به به، امیدوارم لذت خوردن این غذای شمالی خوشمزه نصیبتون بشه و در کنار عزیزانتون ازش لذت ببرید. و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانت. راستی مقدار مواد لازم سیرواویج برای 2 نفر این هاست: 2 دسته برگ سیر میخواین که میشه حدوداً 300 گرم، 2 تا تخم مرغ و نمک و فلفل و زردچوبه و تمام. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. تا یه آموزش خوشمزه و لذیذ دیگه خیلی مراقب خودتون باشید.